تا حالا به این فکر کردی چجوری فروش غرفت رو تا 5 برابر اضافه بکنی؟ فکر کن یه غرفه خیلی ساده داشته باشی ولی ناگهان با انجام چند تا نکته خاص فروش غرفت رو بالا ببری و بتونی آخر ماه به عنوان یه غرفه فوق‌العاده پرفروش تو رسته کاری خودت مطرح بشی. این ویدیو پر از رازهایی هستش که بهت یاد میده چجوری فروشنده‌های بزرگ با سلام غرفه‌شون رو پرفروش کردن و محصولاتشون فروش بسیار خوبی رو توی همین با سلام داره. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا تو هم به جمع پرفروش‌های با سلام بپیوندی. سلام، من مصطفی قیومی هستم. خوش اومدید به مشورت دوست. امروز اومدم بهتون 3 تا نکته فوق‌العاده جدید و کاربردی و ناب بگم در رابطه با افزایش فروش با سلام، افزایش انفجاری فروش داخل با سلام. پس با من همراه باشید، زنگوله رو بزنید، این ویدیو هم لایک بکنیم تا بریم در ادامه بهتون بگم این نکات نابو. اولین نکته‌ای که میخوام در رابطه باهاش صحبت بکنم اینه که با سلام یک سایت هستش و غرفه شما یک صفحه از اون سایت هست که محصولات شما هم داخلش قرار داره. پس باید همون جوری که یک صفحه از سایتتون رو SEO میکنید و برای مرورگرهای مختلف بهینه میکنید، باید صفحه با سلامتون هم همون جور بهینه باشه. یعنی اگر شما محصولات کنجدی میفروشید، باید کل محصولاتتون در رابطه با محصولات کنجدی بهینه بشه. باید برای سرچ انجین ها، موتورهای جستجو بهینه بشه، باید عکساتون بهینه بشه. چجوری این کار رو انجام میدین؟ میتونید خیلی راحت با استفاده از هوش مصنوعی، چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی که شما باش راحت هستید این کار رو انجام بدید و از هوش مصنوعی بخواید تا توضیحات محصولاتت رو از نظر خوانایی، از نظر SEO برای موتورهای جستجو بهینه بکنه. این بهینه کردن توضیحات محصول برای موتورهای جستجو باعث میشه که شما ورودی خیلی بهتری رو از طریق موتورهای جستجو داشته باشی. همین گرفتن ورودی از طریق موتورهای جستجو باعث میشه که فروشتون بالا بره. ببینید، فروش داخل اینستاگرام، داخل تلگرام، داخل ایتا خیلی خوبه، ولی اینکه شما مشتری رو پیدا بکنی یا مشتری سمتت بیاد که دنبال خرید جنسه، این یک نکته خیلی مهمه. این یه چیزیه که خیلی فروش خودتون میبره بالا. پس بیاین و توضیحات محصولاتتون رو برای مرورگرها بهینه بکنید، مخاطب پسند بکنید، خواناییش خوب باشه. یعنی اینکه طرف دنبال خرید شلوار بنگال هست، وقتی نوشت خرید شلوار بنگال، انقدر عکس محصولتون بهینه باشه، انقدر توضیحات محصولتون بهینه باشه که اولین نتیجه جستجوی با سلام باشه، نتیجه سایت شما باشه، نتیجه صفحه غرفه شما باشه داخل با سلام. خرید شلوار بنگال زمانه از غرفه پوشاک دوست. همین باعث میشه تا ورودی شما از طریق گوگل زیاد بشه، از طریق بینگ زیاد بشه، از طریق مرورگرها زیاد بشه و در نتیجه فروشتون زیاد بشه. خب، نکته دوم که میخوام باهات در موردش صحبت بکنم اینه که ببین، محصولایی که داری عکسشو میذاری تماما عکسای ژورنالی نباشه. مردم دیگه با عکسای ژورنالی حال نمیکنن. سعی کن جنس رو لمس بکنی، تو دستت باشه عکس بگیری. یه جوری عکس بگیر که این حس داشتن محصول که تو واقعا اینو داری، این اعتماد میاره. این اعتماد رو به مشتریت بده، باهاش صحبت بکن، سوالاش جواب بده، این تعامل رو باهاش برقرار بکن، خوب پاسخ بده بهش، سریع جوابگوش باش. این خودش محصولتو میخره، این خودش باعث میشه بیشتر وقت بذاره تو غرفه تو. ببین، یه موضوعی توی سایت داریم، اون که آها چند درصد از مشتری ها وقتی اومدن توی غرفت، اومدن رو صفحه تو، این صفحه رو تا آخر اومدن پایین، محصولات تو دیدن، وارد محصولات شدن، توضیحات رو خوندن. همه اینها از طریق الگوریتم ها داره بررسی میشه. حالا شما یه عکس از محصولت میذاری، یه عکس ژورنالی که معلومه از کجا آوردی، از داخل گوگل کپی کردی گذاشتی توی غرفه، حالا انتظار داری گوگل بیاد محصول تو رو به مشتریان نشون بده. خب وقتی یه سایت دیگه ای
عکس رو با کیفیت تر گذاشته، اومده یه عالمه توضیحات گذاشته، اومده چند تا دیگه عکس هم گذاشته. خب چرا اون رو نشون نده؟ چرا تو رو نشون بده؟ پس بیا خودت عکساتو شخصی سازی کن، یه لوگو با چت جی پی تی بساز، بیا خصوصیات محصولاتتو بگو، خصوصیات شرایط کاری تو بگو، خصوصیات خودتو بگو، ازش بخوای یه لوگو باید طراحی بکنه. روزی 3 تا میتونی لوگو طراحی بکنی، یکیشو انتخاب میکنی. به هر حال اون لوگو رو با استفاده از نرم افزارهایی مثل حالا فوتوروم یا پیکسارت بیا بنداز روی محصولاتت، روی عکس محصولاتی که خودت گرفتی. محصول دست بگیر، یه عکس ازش بگیر، ببر تو فوتوروم، پس زمینه‌شو عوض کن، یه لوگو خودت هم بزن پایین، شخصی سازی کن. از نظر گوگل این یه عکس خاص باشه برای اون محصول خاص. بعد ببین اگه ورودی محصولت زیاد نشد، اگه نرخ کلیک محصولت زیاد نشد، اگه بازدید غرفت بالا نرفت، اگه رتبت توی با سلام پایین بالا نیومد، این نتیجه رو قطعاً میگیری. این نکته 2 رو حتما داشته باش. حالا یه نکته ریزی که این وسط هست و ممکنه که هیچ وقت بهش توجه نکرده باشین اینه که شما با بروز رسانی توضیحات محصولتون و عکس محصولتون میتونید بازدید غرفتون رو افزایش بدید. اینو من تست کردم، قطعی بهتون میگم شما با عوض کردن عکس محصولتون و بروز رسانی اون نرخ بازدید غرفتون رو بالا میبرید و نرخ بازدید غرفه وقتی بالا میره نتیجهش این میشه که فروشتون هم بالا میره. چرا؟ چون با سلام یه پلتفرمی مثل اینستا نیست که مردم بیان برای سرگرمی شما بری 2 تا جوک بگی در میونش محصولاتت هم تبلیغ بکنی، شاید یکی از اینایی که دنبال جوک بود بیاد محصولت هم بخره. نه، با سلام یه پلتفرمیه که طرف میاد برای خرید. حالا وقتی غرفه شما بازدیدش بالا بره در نهایت فروش شما هم بالا میره. پس نکته 2 هم در نظر بگیر. ببین نکته 3 یه راز طلاییه، یه راز طلایی برای شمایی که دوست داری فروشتو ببری بالا. آنالیز مشتریای قبلیت. هر هفته بیا بشین 1 ساعت نیم ساعت بررسی کن، ببین مشتریات چی میخواستن ازت، بازار از تو چی میخواسته. شما اگر بتونی بسنجی مشتریات واقعا چه چیزایی نیاز داشتن، چجوری برآورده کردی، دقیقاً بسنجی، نیاز سنجیشون رو انجام بدی، میتونی یه فروش خیلی خوبی رو توی هر بازاری تجربه بکنی. بازار با سلام که بازار کوچیکه، شما اگر بتونی با مشتریات تعامل برقرار بکنی، نیاز سنجیشون بکنی، بتونی اونا رو برگردونی و خرید مجدد ازت انجام بدن، میتونی خیلی فروش خوبی رو تجربه کنی. ببین دیجیکالا یه پلتفرم فوق‌العاده بزرگ توی ایرانه، تقریبا 80% فروش کل آنلاین ایران رو دیجیکالا داره. حالا دیجیکالا میاد به تو پیام میده، میگه آقا بیا دوباره خرید کن، بیا ارسال رو رایگان میکنم برات، بیا جون مادرت بیا یه چیز از ما بخر. مرتب پیام میده، افق فروش مرتب پیام میده. حالا شما باید بیای ببینی آقا تو چی کار میتونی بکنی برای مشتریات، تو چجوری میتونی نیازاشون رو برآورده کنی، چجوری میتونی باشون تعامل بیشتر کنی. یه کد تخفیف بفرست براشون، روزی 10 تا دونه‌شون رو مشخص کن، بهشون پیام بده. ببین یه با سلام پیام زیاد بدی نتیجه عکس میده. این نکته در نظر داشته باش. با سلام روزی 10 تا دونه پیام بده، فردا 5 تا استوری بذار، پس فردا کد تخفیف بفرست بر مشتری، روز بعدش 5 تا استوری بذار. هر روز یه کار تکراری رو تکرار نکن. با سلام توی تکرار چیزی که من تجربه کردم اینه که با سلام تکرار رو دوست نداره. من آقا اومدم هر روز به 20 نفر پیام دادم که آقا بیای محصولات ما این تخفیف خورده. مشتری قبلیم کسایی که 5 ستاره داده بودن دیدم که بازدید غرفم اومد پایین، اصلا انگار بلاک شدم، اصلا انگار شادوبند شدم. مثل اینستا که میگن شادوبند شده، طرف بازدیداش میاد پایین، لایکاش میاد پایین، اصلا همه اینا. با سلام هم اینجوری شد. هر روز رفتم 5 تا استوری گذاشتم، با سلام هم اینجوری شد. ولی خب اومدم چیکار کردم؟ اومدم روز اول 5 تا استوری گذاشتم با هشتگ‌های خیلی خوب از نظر مخاطبینم در مورد مثلا شلوارام، آقا محصولمون اینجوریه، محصول جدیدم گذاشتم فلان. روز بعد رفتم 4 تا از توضیحات محصولاتمو بروزرسانی کردم، 2 تاشو عکساشو عوض کردم، لوگو گذاشتم.
روز بعد رفتم به 20 نفر پیام دادم، گفتم این تخفیفو داریم. دوباره همین روال رو از اول انجام دادم، استوری، توضیحات و پیام. این باعث شد فروش من به اضافه بازدید و قرصه من قشنگ 2 برابر 3 برابر توی 1 هفته بالا بره. این کار رو انجام بده، ببین 100% نتیجه میگیری. اگه نوبت توه این نکات رو اجرا بکنی، نتیجهشو ببینی. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده لایک رو بزن، این ویدیو هم برای دوستات بفرست که توی با سلام فروش دارن، دوست داری فروششون بره بالا، و کانال منم سابسکرایب بکن تا در آینده هم به نکات خیلی خیلی خوب و مفیدی بگم. این نکات و رایگان هیچ جا در اختیارت نمیذارن، اینو مطمئن باش. ببین یه استادی داشتیم خدا رحمتش بکنه، استاد ابویی، دانشگاه یزد، در رابطه با بازاریابی میگفت ببین بازار خرابه، کسی نمیفروشه، فروشا خیلی اومده پایین، ولی چطوره که فلان مغازه همیشه شلوغه؟ ببین اون چی کار کرده، اون چه مزیتی ایجاد کرده، تو اون مزیت رو ایجاد کن، تو اون مزیت رقابتی رو ایجاد کن، اون تغییرات کوچیک رو ایجاد بکن، فروش‌های انفجاری خودش به وجود میاد. شروع کن همین امروز شروع بکن، 2 هفته بکوب کارهایی که گفتم رو انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. چند تا ویدیو خیلی خوبم برات گذاشتم داخل کانالم، حتما سر بزن. ویدیو در رابطه با سلام دیجیکالا هستش، میتونی ببینی. دوستتون دارم.